سلام، الی هستم از کانال جنایی الی ریپورت. بچه امروز با هم هستیم که یه پرونده جنایی رو توی روسیه بررسی کنیم. امیدوارم تا انتهای پرونده با من باشید و با لایک ها و کامنت هاتون باعث انگیزه دادن به بنده بشید. بعد از مدت های طولانی فکر میکنم 14 روزه که اومدم که با شما یه پرونده جدید رو با هم بشینیم و گوش بدیم. ممنونم از حضورتون. خب بچه امروز میخوام ببرمتون به سال 1982 یکی از شهرهای روسیه یا شوروی سابق، شهری که در جنوب دریای سیاه واقع شده و یه شهر سرد و آرومیه. البته آروم از این نظر که مردمانش بیشتر آدمهای بی‌تفاوتی هستن به اطرافشون، اما از نظر تاریخی و جرم و جنایت این شهر به خودش دوران سخت جنگ رو دیده، دوران اشغال نازی ها رو دیده و حتی کلی جرم و جنایت اونجا اتفاق افتاده که مردم هنوز هم فراموش نکردن. میبرمتون به سال 1982 وقتی که دیمیتری آلوشیا اونجا به دنیا اومد. دقیقا توی شهر کروسوندار، اگر که درست اسمشو تلفظ کنم، جایی که مردم توی فقر بودن، غالبا سرشون به کار خودشون بود، به درد هم نمیخوردن. دولت اون زمان روسیه یا شوروی سابق کمونیستی بود، حکومت کمونیستی بود، درآمدها کاملا مشخص بود و مردم برای امرار معاششون مجبور بودن تن به هر کاری بدن و تنها تفریح این مردمان روس خوردن نوشیدن‌های الکلی درصد بالا بود که خیلی هم روی حافظه و فکر این آدم‌ها تأثیر میذاشت. دیمیتری هم وقتی مادرش اونو باردار بود خیلی مصرف زیاد الکل داشت و به محض اینکه دیمیتری فرزند چهارم این خونه به دنیا اومد، پدر مادر الکلی دیمیتری دیدن که نمیتونن از دیمیتری مراقبت کنن، به همین دلیل اونو فرستادنش به پرورشگاه، یعنی بردنش به پرورشگاه تحویلش دادن، بچه 1-2 ماهه رو، و بعد از اون هم دیگه سراغی از دیمیتری نگرفتن. دیمیتری تا 3 سالگی توی پرورشگاه بود. نسبت به بچه های دور و اطرافش خیلی دیر راه افتاد، دیر صحبت کرد و کلا یه حالتهای کندذهنی داشت. البته کارشناس ها و روانشناس ها و کسایی که توی اون پرورشگاه به بچه ها سر می زدن دیمیتری رو جدا کرده بودن یه جورایی از بقیه بچه ها، چون احساس میکردن که نیاز به آموزش های بیشتری داره. اما متاسفانه دیمیتری به هیچ عنوان هیچ نوع آموزشی رو دریافت نمی کرد یا اصلا هوشش اونقدری نبود که بتونه آموزش ها رو یاد بگیره. توی سن 3 سالگی دیمیتری توسط یه خانواده تقریبا نرمال به فرزندی برداشته شد. مادر این خانواده دیمیتری رو خیلی دوست داشت، اما متاسفانه پدرخونده‌اش از دیمیتری خوشش نمی اومد. اون اصلا دوست نداشت که یه نونخور اضافه توی این خونه بیاد. اما زنش به خاطر اینکه یک مسیحی بود، البته یه مسیحی مخفی، چون میدونیم که توی شوروی سابق مردم اجازه نداشتن که در مورد دینشون صحبت کنن یا دینشون رو به معرض نمایش بذارن، چون باید همشون کمونیست می بودن و یه جورایی خدا ناباور. خب توی اون دوران دیمیتری اومد توی خانواده 2 نفری این زن و مرد وارد شد و تا 15 سالگی کنار اینا بود. زمانی که به مدرسه فرستادنش دیمیتری نمیتونست آموزش بگیره، مثل همون دوران بچگیش که توی پرورشگاه بود. 1-2 سال توی مدرسه درس خوند، تونست فقط در حد نوشتن و خواندن خیلی ضعیف حروف الفبا رو یاد بگیره و بعد از اون از مدرسه اومد بیرون. با اینکه مادرخونده‌اش خیلی سعی میکرد دیمیتری بتونه حداقل مدارس ابتداییش رو یا مدرسه ابتداییش رو به اتمام برسونه، اما دیمیتری واقعا پذیرای آموزش نبود. توی سن 15 سالگی مادرخونده دیمیتری دچار بیماری شد و از دنیا رفت و این نبود مادرخونده بهانه خوبی شد برای پدرخونده که هیچ وقت دیمیتری رو دوست نداشت. بعدها پدرخونده‌اش در مورد دیمیتری گفته بود که
دیمیتری خیلی آدم منزوی بود، اصلا توی جمع حاضر نمیشد. کلا وقتی بهش کاری رو محول میکردی نمیتونست اون کار رو به اتمام برسونه و اصلا انگار توی دنیای دیگه بر خودش سیر میکرد و همین دلیل باعث شده بود که پدرخوندش واقعا از دیمیتری بدش بیاد، چون اون توقع داشت وقتی یه پسر رو به خونه آوردن یک بازوی کار دیگه به اعضای خانواده اضافه بشه. اما متاسفانه از سمت دیمیتری هیچ کمکی به خانواده نمیشد و فقط به قول خود پدرخونده یه نونخوره اضافه بود. توی سن 15 سالگی وقتی دیمیتری خونه رو ترک کرد، قبل از اینکه از خونه بره یه کار خیلی وحشتناک کرد. اون شبانه اومد و اتاق خواب خودش رو، جایی که داشت توش زندگی میکرد، رو با بنزین آتیش زد و این باعث شد که بعد از ترک خونه یک قسمت عظیمی از اون خونه که پدرخونده‌اش داشت در اونجا زندگی میکرد بسوزه و این یک کینه بزرگی بود از دیمیتری به دل اون پیرمردی که به هر حال 15 سال یا 12 سال دیمیتری رو بزرگ کرده بود. خب بچه، دیمیتری شخصیت عجیب غریب بود، گفتم بهتون گوشه‌گیر بود. توی سن 15 سالگی هم که از خونه زده بود بیرون، مجبور شده بود توی اون شهر یه جورای کارتون خواب بشه و کاری که میکرد این بود که دزدی میکرد، یواشکی وارد خونه های مردم میشد برای اینکه بتونه یه لقمه نونی به دست بیاره، از یخچال ها و غذاهای اونا تغذیه میکرد و 4-5 باری هم دستگیر شده بود. آخرین باری که دیمیتری دستگیر شد حدود 1 سال توی زندان بود، به خاطر که اون به یه فروشگاه مواد غذایی دستبرد زده بود و یه مبلغ زیادی مواد غذایی از اونجا دزدیده بود از نظر مبلغی و مجبور شدن که دیمیتری رو 1 سال بهش حبس بدن. توی اون دوران وقتی که دیمیتری از زندان اومد بیرون، با چند تا دوستای هم شکل خودش آشنا شده بود. اون علاقه خیلی زیادی داشت به آدم‌های بی خانمان و معتاد و الکلی و یکی دو تا دوست اینطوری هم پیدا کرد که باشون در ارتباط بود. اما وقتی که از زندان اومد بیرون، حالا با یک دنیا تجربه و کارهای خلاف دیگه، سعی کرد که یکم زندگی آرامتری داشته باشه، چون دورانی که توی زندان بود خیلی بهش سخت گذشته بود و از همه نظر آزار دیده بود. سنش کم بود، 1-2 بار مورد تجاوز قرار گرفته بود و این خاطره خیلی بدی توی ذهن دیمیتری به جا گذاشته بود و دوست نداشت که دیگه برگرده به اون زندان، چون به دارالتعدیب نفرستاده بودنش، به زندان فرستاده بودنش و با بزرگسالها یه جورایی هم بند بود. وقتی که از زندان برگشت، شروع کرد به کار کردن توی جاهایی که دارن ساختمان سازی میکنن، یا به قول معروف یه بنا شد. یه کسی بود که کمک بنا بود، بارو میبرد، آجر میبرد. شروع کرد با یه گروهی ساخت و ساز کردن و یه حقوق تقریبا مناسبی هم میگرفت، با اینکه 17 ساله شده بود و سن قانونیش هم هنوز کامل نشده بود. اما خب اونجا که سرکارگرها، چون جسته تقریبا درشتری داشت و یکم صورتش هم شکسته بود، بهش به عنوان یک کارگر سن قانونی رسیده نگاه میکردن و یه حقوقی بهش داده بودن. دیمیتری هم تونسته بود یک آپارتمان کوچیک 30-40 متری برای خودش تهیه کنه تو مرکز شهر و اونجا بتونه زندگیشو بگذرونه. خب توی این دورانی که این داشت کار میکرد و یه جورایی از خلاف هم دست کشیده بود، تنها سرگرمیش این بود که مثل بقیه مردها و زنهای اون شهر شروع کنه به خوردن الکل و چه جایی بهتر برای خوردن الکل؟ بارهای مختلف. دیمیتری با دوستای سالم و آدم حسابی که رفت آمد نداشت. تنها دوستای دیمیتری آدمهای الکلی بودن. توی سن 17 سالگی این آقای دیمیتری با یه خانومی آشنا شد به اسم ناتالی. خب ناتالی یه زنی بود که از دیمیتری 10 سال بزرگتر بود. اون 27 سالش بود. متولد 1973 بود. دقیقا یه جورایی میشد مثل خواهر بزرگ دیمیتری. توی یکی از این بارها وقتی با هم آشنا شدن، ناتالی از شخصیت دیمیتری خیلی خوشش اومد. این پسر آروم و منزوی و ساکت و یه جورایی کنزه در واقع شبیه یک برده شده بود برای ناتالی. ناتالی سرخوش و خوشحال و به قول معروف پر جنب و جوش که همیشه هم دوست داشت که توی محیط کاریش یا با آدم‌های دور و برش یه آدم آلفا باشه و رئیس اون جمع و گروه باشه. حالا تونسته بود یک آدمی رو پیدا کنه که
با یه ذره محبت کردن، یه لقمه نون غذا بهش دادن، تمام و کمال در اختیارش باشه و به حرفهای ناتالی گوش بده. حالا بچه ها میخوام یکم در مورد ناتالی باتون صحبت کنم. ناتالی متولد 1973 بود. دقیقا 10 سال از دیمیتری بزرگتر بود. یه دختر خیلی باهوش بود که توی خانواده نسبتا مرفه، یعنی متوسط سطح بالا به دنیا اومده بود. خیلی درس خون بود، درسشو خونده بود، زندگیشو بر پایه این بنا کرده بود که بره دانشگاه و رشته پزشکی بخونه. اما متاسفانه تو سالی که برای کنکور امتحان داده بود رتبهش اونطوری نبود که بخواد وارد رشته پزشکی بشه. و همین دلیل توی رشته پرستاری موفق شده بود که وارد دانشگاه بشه و درسش رو هم به اتمام رسونده بود. توی همین دورانی که دنبال کار میگشت توی واحد پرستاری یا بیمارستان ارتش اون زمان شوروی ناتالی استخدام شده بود. ناتالی دختری تقریبا خوشقیافه و جذاب بود، قد بلندی داشت، یه مقدار بلوند بود و آدمی بود که بین دوستاش همیشه محبوب بود. ناتالی هم سختی های خودش رو کشیده بود. اون توی سن 12 سالگی مادرش رو از دست داده بود و با اقوام پدری و مادریش بزرگ شده بود. یعنی مادرش تنها کسی بود که ناتالی داشت، چون پدرش در کودکی فوت کرده بود و با اقوام پدر مادرش بزرگ شده بود. خب سختی‌های خودش رو کشیده بود، اما به محض اینکه وارد بیمارستان ارتش شده بود با یک آقای آشنا شده بود به اسم میکائیل. با میکائیل ازدواج کرده بود، یعنی رابطه عاشقانه‌ای پیدا کرده بودن که با هم ازدواج کردن. میکائیل کی بود؟ یه نفر بود که توی ارتش شوروی اون موقع یه افسر عالی رتبه بود. ناتالی از اینکه میکائیل رو به دست آورده بود خیلی خوشحال بود، چون دقیقاً میکائیل همون مرد سرخوش و خوشحال و آلفایی بود که ناتالی در کنارش داشت رشد میکرد. 1-2 سال اینا با هم زندگی کرده بودن و صاحب یک بچه از میکائیل شده بود. اما بعد از 2 سال میکائیل توی حادثه از دنیا رفته بود و این اولین زنگ خطری بود برای زندگی ناتالی، به خاطر اینکه ناتالی بسیار وابسته به همسرش بود. بعد مرگ همسرش خیلی احساس پوچی بهش دست داده بود. اون دیگه واقعا برای پسر 2 سالش هم مادری نمی کرد و تمام مدت وقتش رو گذاشته بود به خوردن مشروبات الکلی، به طوری که همه اطرافیان، فامیل ها، دوستاشون از اینکه ناتالی یه دفعه تغییر روحیه داده براش نگران بودن. این مصرف مشروبات الکلی کم کم باعث شد که ناتالی وارد مصرف مواد مخدر هم بشه. یه جورایی به یکی از دوستاش گفته بود من میخوام با خوردن زیاد مشروب و مواد مخدر به زندگیم خاطر بدم و اصلا برام مهم نیست که بخوام زنده بمونم. خب بچه ها، تو همین دوران پسر کوچیک ناتالی هم داشت دست به دست میچرخید و ناتالی براش مادری نمیکرد، تا اینکه یک حادثه خیلی بزرگی تو زندگیش اتفاق افتاد. یک روز بیمارستان ارتش اعلام کرد که دیگه اون نمیتونه اونجا خدمت کنه و اون مدتی که ناتالی بیکار بود به خودش اومده بود. گرسنگی و بیپولی بهش خیلی فشار آورده بود. با خودش تصمیم گرفته بود که بدنش رو پاک کنه، ترک کنه الکل و مواد رو و برگرده دوباره به کارش. همین کار رو هم کرد. رفت به یک آسایشگاه روانی و اونجا خواست که بستریش کنن. اون به پزشکای اونجا اعلام کرد که من یه مشکل روحی روانی دارم. بعد از مرگ همسرم واقعا نمیتونم از الکل و مواد مخدر دست بکشم. من یه مادر هستم، سابقا پرستار بودم و الان خیلی زندگی برام سخت شده. پزشکای اونجا ناتالی رو بستری کردن، به خاطر اینکه یکی از اقوام ناتالی یه پولی رو پرداخت کرده بود تا اون بتونه اونجا یه مدتی رو بمونه و بعد سالم بیاد بیرون. پزشکا اونو بستریش کردن، اما هرچی از نظر روانی و روان پزشکی ناتالی رو مورد بررسی قرار دادن، دیدن که ناتالی هیچ مشکل روحی روانی نداره. اون فقط به یک حالت پوچی و یه حالت بی‌اعتمادی به اطرافیانش رسیده. خب بعد از اینکه 2-3 ماهی توی اون بستری بود توی اون بیمارستان، ناتالی از اون مرکز روان پزشکی مرخص شد و محض اینکه مرخص شد رفت
سمت اون بیمارستانی که قبلا اونجا کار میکرد و دوباره درخواست اینو داد که برگرده به پست پرستاریش، اما رئیس بیمارستان موافقت نکرد. ولی خب چون چون ناتالی سابقه همسرش خیلی توی اون بیمارستان یا توی ارتش خیلی سابقه درخشانی بود و ناتالی هم داشت توی یکی از خونه‌های شهرک ارتشی زندگی میکرد، رئیس بیمارستان با این موافقت کرد که اون توی آشپزخونه بیمارستان شروع کنه به کار کردن و یه حقوقی نصف حقوق قبلی خودش رو دریافت کنه و ناتالی هم با این مسئله موافق بود. اون خونه‌ش رو داشت، به هر حال بچه‌ش کنارش بود و فقط می‌خواست یه پولی به دستش بیاد تا بتونه اموراتش رو بگذرونه. خب این کار رو هم کرد و استارت کارش رو زد. یه چند ماهی که توی اون بیمارستان شروع کرده بود توی آشپزخونه کار کردن، با دیمیتری آشنا شد. دیمیتری 17 ساله که تازگی ها میخواست وارد 18 سالگی بشه و ناتالی 27 ساله. این دو نفر بعد از 3-4 بار دیت و قرار و همدیگر رو دیدن یه جورایی به هم دل بسته شدن. به خصوص دیمیتری خیلی به ناتالی دل بسته شد، چون دیمیتری هیچ وقت مادر یا حس مادر داشتن رو تجربه نکرده بود. درسته یه پدر خونده و مادر خونده داشت که بزرگش کرده بودن، اما خب به خاطر اینکه همیشه پدر خوندهش از دیمیتری بدش میومد، یه مانعی بود بین اون و مادر خوندهش. یعنی مادر خوندهش نمیتونست اون عشق و علاقه رو که یه مادر به فرزندش میده به دیمیتری بده و دیمیتری این خلأ رو همیشه با خودش داشت. خب با ناتالی آشنا شد، بهش دل بست و دقیقا شبیه یک برده یا یک حیوان خونگی برای ناتالی شده بود. هر چی که ناتالی میخواست، هر حرفی که میزد، دیمیتری روی چشمش میذاشت و قبول میکرد و اصلا چیزی به اسم مخالفت با ناتالی نداشت. سال 1999 ناتالی و دیمیتری با هم دیگه نامزد کردن. بماند که در این کنار ناتالی آدمی بود که هنوز به طور کامل الکل رو ترک نکرده بود. مواد مخدر رو ترک کرده بود اما الکل رو نه. و اونا وقتی با هم نامزد کردن، دیمیتری خونش رو خالی کرد و یه سری وسایلش رو آورد توی خونه ناتالی. اونا دیگه خیالشون راحت بود که اونجا اجاره خاصی نمیدن، اگر که قرار پولی بدن از حقوق خود ناتالی چیزایی کم میشه. و در اون زندگی 3 نفره تازه دیمیتری احساس کرد که حضور پسر ناتالی توی اون خونه یه جورایی مانع باز همون ارتباط بین خودش و ناتالیه، مثل پدر خونده‌ای که نمیذاشت دیمیتری به مادر خوندهش نزدیک بشه. خب شروع کرد به آزار و اذیت بچه‌ها طوری نبود که مثلا بخواد خیلی واضح رفتارش رو نشون بده. اون هر فرصتی رو که گیر می آورد این بچه 2-3 ساله رو اذیت میکرد و تمام مدت داشت به ناتالی میگفتش که پسر یه مانع برای زندگی ما، تو الان خودت یه شرایط بد داری، زندگی ما هنوز اوکی نیست، منم کارم نیمه وقته، خب میرم بعضی وقتا سر ساختمون، بعضی وقتا کار هست، بعضی وقتا نیست و این پسر وقتی که خانواده پدری خوبی داره چرا باید با ما زندگی کنه. سال 2000 هم با همین صحبت ها باعث شد که ناتالی پسرش رو به خانواده همسر سابقش، یعنی همسر متوفاش بده و پسرش از اون خونه اومد بیرون. ناگفته نماند توی روابطی که ناتالی چون آدمی بود که خیلی اجتماعی بود با دوستاش داشت، دیمیتری رو تقریبا به حالت یک یه آدمی که انگار مثلا محافظشه، با اینکه نامزد بودن یا مثلا بردشه به دیگران معرفی میکرد و دیمیتری تمام مدت داشت کارای ریزه ناتالی رو انجام میداد، به دستورات اون عمل میکرد، هر چی که ناتالی میگفت دیمیتری قبول میکرد، ولی ارتباطشون توی خلوت با هم دیگه خوب بود. سال 2000 این 2 نفر با هم ازدواج کردن. خب دیمیتری دیگه خیالش راحت شده بود که یه زندگی خوب داره. بچه‌ها حالا سال 2000 ازدواج این 2 نفر رو میذاریم یه گوشه، میریم به 17 سال بعد، یعنی سال 2017. توی سال 2017 یک گروه کارگر ساختمانی در حال کار بودن، اونم خارج از شهر. یه جایی بود که داشتن یه پروژه مجتمعی رو درست میکردن و کارگرهای ساختمانی مجبور بودن صبح زود برن سر کار.
توی یکی از همین روزها یک کارگر ساختمونی توی مسیر راه به سمت اون ساختمون نیمه کاری که داشتن اونجا مشغول کار بودن متوجه برق یک شیئی لابلای یه سری سنگ شد. خم شد و با تعجب نگاه کرد، دید یه گوشی هوشمند لابلای این سنگ افتاده. این کارگر به محض اینکه گوشی رو برداشت درش رو باز کرد و خیلی خوشحال گفت خب خدا رو شکر امروز انگار روزی من رسید، من این گوشی رو میبرم برای خودم میفروشم و میتونم حداقل یه پولی هم به جیب بزنم. گوشی رو که باز کرد دید گوشی روشنه و هیچ رمزی و هیچ قفلی هم روی گوشی نیست. خب این کارگر با کنجکاوی وقتی که رسید سر کارش رفت گوشه نشست و قبل از اینکه کارش رو شروع کنه شروع کرد به نگاه کردن عکس های گوشی. خب این رو کنجکاوی این کار رو کرده بود، اما اینجای داستان خیلی وحشتناکه. این کارگر به محض اینکه این عکس ها رو شروع کرد به دیدن یه دفعه حالش بد شد، چون عکس هایی رو که توی گالری این گوشی میدید از یک جنایت هم فراتر بود. اون مردی رو توی اون عکس ها دید که دست یک زنی رو که از مچ قطع شده رو توی دهنش گذاشته و داره میخوره میجوه. انگشت کوچیک این زن خورده شده و این دست رو به حالت تمسخر از مچ توی دهنش کرده. یه عکس دیگه دید که یه کلاهگیسی کف خیابون افتاده یا کف یه جدول خیابون کنار یک جوب آب افتاده، یه کلاهگیس با موهای تقریبا روشن. و بعد عکس بعدی رو که ورق زد دید که یک همون دست توی دماغ این مرده، انگشت اشاره این دست توی دماغ این مرده و این مرد خیلی ریلکس با این دست خوابیده توی رخت خوابش. این مرد خیلی ترسید، با خودش گفت این یه چیز طبیعی نیست و این عکس ها چون کیفیت خیلی بالایی هم نداشتن اصلا شبیه فتوشاپ یا یه کار عجیب غریب نبودن و این مرد با خودش گفتش که این عکس ها به نظر من خیلی طبیعی میان و این ترسه و این حال بده باعث شد که همون لحظه با پلیس ها تماس بگیره. خب بچه‌ها من این عکس ها رو براتون میذارم، البته مجبورم شطرنجیش کنم ولی خیلی وحشتناک بود و این عکس ها واقعا قابل دیدن نیست چون حالتون رو بد میکنه. و بعد این مرد همینطور که داشت این عکس ها رو ورق میزد یه سری عکس های دیگه هم دید، از اینکه مثلا پا و دست و یک محیط خونالود و این عکس ها خیلی ترسونش. سریعا با پلیس تماس گرفت و پلیس ها اومدن به اون جایی که این مرد ادعا میکرد این گوشی رو پیدا کرده. خب این پیدا شدن این گوشی که سیم کارت هم داشت و هیچ قفلی هم نداشت برای پلیس ها خیلی راحت بود. پلیس ها به محض اینکه این گوشی رو به دست آوردن با پیامک هایی که مثلا حالا رد و بدل شده بود و شماره هایی که توی اون تلفن بود براشون مشخص شد که صاحب این گوشی کسی نیست جز دیمیتری. اونا بلافاصله رفتن توی آفیس خودشون و آدرس کامل دیمیتری رو در آوردن. متوجه شدن که خب گوشی به هر حال وقتی خریده شده با اون سیم کارت یا آدرس مشخصی درش ثبت شده و این آدرس یک شهرک ارتشی یا نظامی رو به پلیس ها معرفی میکرد. پلیس ها سریع با یکی از مدیران افسران ارشد اون شهرک صحبت کردن و گفتن که لطفاً دیمیتری و همسرش رو یا اعضای خانواده‌اش رو، حالا هر چند نفری هستن، رو دستگیر کنید و با هم از همدیگه دور نگهشون دارید تا ما خودمون رو به اونجا برسونیم. خب به محض اینکه دیمیتری و ناتالی دستگیر شدن پلیس خودش رو رسوند به اونجا و هر دوی اینها رو جداگانه بازداشت کرد و هر دوی اینها رو جداگانه هم بازجویی کرد. زمانی که پلیس ها اومدن و دوربین عکس های داخل دوربین دیمیتری رو به ناتالی نشون دادن، ناتالی کمی دقت کرد به عکس ها و خیلی بعد به حالت طبیعی خندید و گفتش که این چیز مهمی نیست، من با همسرم گاهی اوقات از این شوخی ها با هم میکنیم. البته دقیقا نمیدونم چرا برای شما این حساسیت برانگیز شده، شوهر من کار خاصی نکرده. پلیس بهش گفتن یعنی چی؟ یعنی منظورت اینه که این عکس ها جسد انسان نیست؟
نمیتونی بگی که نیست، چون ما کاملا این عکس رو به کارشناس ها نشون دادیم و اونا تایید کردن که این عکس ها اونطوری که ازش برمیاد جسد انسانه. ناتالی برگشت گفتش که بله جسد انسانه، ولی این ما قاتل نیستیم. همسر من چند وقت پیش توی یکی از به قول معروف روستاهای اطراف وقتی داشته از جنگل اونجا می اومده بیرون با ماشین بوده و یک خانومی رو، جسد یک زنی رو اونجا تو بیابون میبینه و بعد با خودش فکر میکنه که چقدر بامزه است که این جسد رو بیاره خونه و یکمی با همدیگه رو بخندیم و باهاش با این جسد یک سری عکسای فانتزی بگیریم و همین کار رو هم کرده. اون جسد رو آورده خونه، بعد توی همون سلاخیش کرد که همطور عکس هم که نشون میده خب جاهایی هست که مثلا پا رو نشون میده، خون رو نشون میده، سلاخیش کرد و بعد با اعضای بدن این زن که به قتل رسیده بود عکس گرفت. اما شوهر من قاتل نیست و برای منم خیلی چیز عجیبی نیست. پلیس ها از این حرفا خیلی تعجب میکنن و اصلا براشون قابل قبول نیست حرفای ناتالی، به خاطر اینکه یه آدم سالم، اونم ناتالی که به هر حال آدم باهوشی بوده، سابقه کارمندی توی بیمارستان رو داشته به عنوان یه پرستار و میدونستم پلیسا که این آدمی که سابقهش رو در آورده بودن که توی دانشگاه شرکت کرده، درس خونده، این حرفا براشون قابل قبول نبود. اونجا به ناتالی میگن خب این جسدی که تو داری میگی کجاست الان یا کجا چالش کردین؟ ناتالی برمیگرده میگه که هنوز چالش نکردیم، ما 2-3 روز پیش که این عکس‌ها رو گرفتیم شوهرم جسد رو بعد از اینکه تیکه کرده بود توی یکی از سطح‌های زباله شهرک انداخته. حتی اگر که خیلی کنجکاو هستید میتونید برید جسد رو اونجا ببینید. خب پلیس ها این حرفا رو که میشنون واقعا تعجب زده هستن. خب قبول که نمیکنن، چون اونا به هر حال خبره هستن، میدونن که شرایط چیه و آدمی که روبروشون نشسته یک قاتل میتونه باشه. ناتالی رو میفرستن توی سلولش و میرن سر وقت دیمیتری. دیمیتری به محض اینکه عکس ها رو بهش نشون میدن یه کمی تته پته میکنه و میگه این عکس ها مال یه زنیه که ما به قتل رسوندیمش. پلیس میگه چطوری این کار رو کردی؟ دیمیتری خیلی روون، با اینکه اصلا پلیسا فکر نمی‌کردن این مردی که توی بازداشتگاهه و سرش انداخته پایین و کم حرفه و اصلا عکس العمل بدی به بازداشت خودش نداره بخواد مثلا به قول معروف حرفی بزنه. اما دیمیتری اونجا مثل بلبل شروع میکنه در مورد این عکس ها و جزئیات این عکس ها صحبت میکنه. میگه من و همسرم از سال 2000 تا الان که سال 2017 است قتل های زیادی کردیم. ناتالی خیلی از مردم کینه داشت، ناراحت بود، اون تمام شکست ها و ناکامی های خودش رو گذاشته بوده جای پای مردم و میگفتش که من از همه آدم ها متنفرم و من هم به عنوان کسی که واقعا ناتالی رو دوست داشتم حرفای ناتالی رو گوش میدادم و اون اگر به یک کیسی که دوست داشت یعنی انتخابش میکرد برمیخورد توی کشتن این آدم من بهش کمک میکردم. و این شخصی هم که میبینید که الان توی این عکس ها هست یکی از بچه های خود همین شهرکه که با ما زندگی میکرده و دوست ما بوده. خب پلیس میگه که یعنی چی دوست شما بوده؟ دیمیتری تعریف میکنه، میگه ما یه شگردی داشتیم، آدم ها رو وارد زندگیمون میکردیم و بعد اونا رو میبردیم به سمت یک گاراژی که اونجا از قبل اون اجاره کرده بودیم، اونجا باشون شروع میکردیم به خوشو بش کردن و بعد یه دفعه توی دعوای سوری، حالا اگر 2 نفر با هم بودیم یا اگر من تنها بودم، یه دعوای سوری درست میکردیم و اون طرف رو میکشتیم و بعد هم جسدش رو تیکه تیکه میکردیم. پلیس ها تا اینجا صحبت های دیمیتری رو که میشنون استوب میکنن، میفرستنش سریع به کجا؟ به سلولش و میرن برای تفتیش منزل دیمیتری و ناتالی.
اونا وقتی وارد منزل این دو نفر میشن، یعنی کلیدو میندازن وارد آپارتمانشون میشن، با یه صحنه عجیب غریبی از کثافت و بوی گند و شلوغی و اصلا یه فضای خیلی عجیب غریبی مواجه میشن. خب این فضایی که این دو نفر توش زندگی میکردن با گفته پلیس ها انگار که یه مخروبه بوده، اصلا شبیه هیچ کدوم از صحنه های جرمی که تا حالا دیده بودن نبوده. یعنی نشون نمیداد که یه زن و مرد اینجا دارن زندگی میکنن، انگار که یه مخروبه است که دوتا ولگرد شب به شب اینجا میان میخوابن و خلافهاشون رو میکنن، یه غذایی میخورن. پلیس ها وارد این خونه میشن. حالا این بوی گند خیلی براشون عجیبه. وارد آشپزخونه این خونه میشن و شروع میکنم اینکه دنبال آثار خون و رد خون هستن و واقعا هم آثار خون و رد خون رو توی خونه روی ملافه ها، کف توالت و همون پیدا میکنن. بعد وقتی وارد آشپزخونه میشن میبینن همون کلاهگیسی که توی عکس ها مشاهده کردن الان کنار در مایکروویو اونجا، مایکروفر اونجاست. و بعد پلیس ها وقتی این کلاهگیس رو بلند میکنن، یکی از افسرهای پلیس که قبلا توی پزشکی قانونی کار میکرده به همکارش میگه این کلاهگیس نیست، من احساس میکنم چون یه بوی خیلی تند و زننده ای میده این پوست سر انسانه. و بلافاصله خب اینو میذارن، این کلاهگیس رو میذارن توی پاکتی که ببرن برای پزشکی قانونی. و بعد یخچال دیمیتری و ناتالی رو باز میکنن. خب یه یخچال شلوغ و به هم ریخته، گوشت مرغ و بوقلمون و هر چی که هست بدون پلاستیک داخل یخچاله و یک سری شیشه های نمک سود شده گوشت که اونها رو هم به عنوان مدرک برای پزشکی قانونی جمع میکنن. و بعد در فریزر رو که باز میکنن میبینن که بله یه سری گوشتای تیکه های خیلی بزرگ گوشت، استخون های عجیب غریب توی فریزر هست. اون گوشت ها و استخون ها رو هم میبرن به پزشکی قانونی. بعد از 3 روز جواب تمام این مواردی که جمع کردن میاد. خب اون کلاهگیسی که پلیس ها فکر میکردن کلاهگیسه که کنار مایکروفر بوده، ثابت میکنه که نه، این پوست سر یک زنه که قلفتی از روی سرش کنده شده. انگار که یک نفری که این کار رو کرده خیلی وارد بوده به این پوست کندن انسان و اون کسی نبوده جز ناتالی، چون ناتالی پرستار بوده، رشته پزشکی رو هم دوست داشته. خب تو اون رشته هم میخواسته وارد بشه، قبلش کتاب‌های مختلفی خونده، بعد پرستار بوده، مدتی هم تو اتاق جراحی کار میکرده. اون که یه سر بوده با پوست سر بوده با موهای شخصی که حالا فوت کرده. و بعد از اون تمام مواردی که توی یخچال بوده گوشت انسان بوده. یه سری شیشه های نمک سود شده اعضای داخلی بدن انسان، مثل یه قسمتی از روده ها، یه قسمتی از کبد، کلیه، جگر، که اینها رو شبیه مثلا اعضای داخلی بدن خوک نمک سود کرده بودن. و بعد اون گوشت هایی هم که توی فریزر بوده کاملا گوشت انسان بوده. اینجاست که پلیسا واقعا حالشون بد میشه و بعد میان اینا رو توی شروع میکنن به گشتن خونه، یه سری عکس پیدا میکنن، یه سری آلبوم عکس پیدا میکنن که این آلبوم عکس ها هم خیلی وحشتناک بوده. عکس هایی بوده از افراد مختلف که روشون زبدر یا دایره کشیده بودن و یه سری هم غیر از عکس نمادهای مختلف، مثلا وسایل مختلف که اصلا مشخص بوده برای اینا نیست، مثلا مثل کفش هایی با یه سایز عجیب غریب که نه به پای دیمیتری میخورده نه به پای ناتالی. اون کفش ها رو هم جمع آوری میکنن و با عکس ها میرن دوباره سر وقت ناتالی و دیمیتری. خب بچه ها توی این عکس ها یک عکسی رو پلیس میبینه که پشتش نوشته بوده اولین شام کریسمس سال 2000 و یک سر آدم توی سینی بوده که دورش مرکبات بوده، چشماش تخلیه شده بوده، داخلش رو زیتون سبز گذاشته بودن، روی بینیش یک لیمو با خلال دندون جا گذاشته بودن و انگار که مثلا یک آدمی رو سرش رو بریدن، حالت کله پاچه درست کردن، بعد آوردن گذاشتن روی یک سینی و به عنوان شام کریسمس دورش هم پر پرتقال و لیمو و چیزای مختلف چیدن، به عنوان شام کریسمس سروش کردن. پلیس این صحنه ها رو که میبینه حالش خیلی بد میشه. خب مدارکم الان دیگه کامل شده و میرن سر وقت دیمیتری. دیمیتری به محض اینکه عکس ها رو میبینه بهش میگن این عکس ها چیه جریانش،
میگه که این عکس ها کسایی بودن که دوستای ما بودن و ما اینها رو توی پروسه های مختلف به دام مینداختیم و میکشتیمشون و گوشت های اینها رو هم میخوردیم. پلیس میگه که خب این حرف خیلی براشون قابل قبول نبوده، چون هیچ آماری نداشتن از مفقود شده ها. مجبور میشه پلیس این پرونده رو باز استاپ کنه و بره پیگیری کنه ببینه این افراد هستن یا نه. میبینم بله، از مجموع 35 نفری که اینا عکسشون رو علامت گذاری کردن 30 نفرشون مفقود شدن و خانواده ها به حال به دلیل فقر، به دلیل اینکه شرایط خوبی نداشتن از نظر فرهنگی اصلا پیگیر نبودن و فقط 5 نفرشون حضور دارن که توی این 5 نفر یک آقایی که تو همون شهرک بوده حیا حاضره که حالا بعدها میگیم که توی بازجویی چی میگه این آقا. پلیس برمیگرده دوباره سر وقت دیمیتری میگه بله، ادامه داستانش رو تعریف میکنه. میگه ما از سال 2000 با ناتالی این برنامه رو داشتیم. در واقع این برنامه ناتالی بود، چون ناتالی خیلی از آدم ها بدش میومد. اون هر شکستی رو که توی زندگیش میخورد به پای آدم های اطرافش مینوشت و میگفتش که چرا باید حق من رو دیگران بخورن. مثلا فلان دوست من الان رشته پزشکی رو میخونه، من دارم توی آشپزخونه بیمارستان کار میکنم. و این کینه ای رو که از این افراد داشت باعث شده بود که ناتالی حس انتقام جویی داشته باشه. و ما سال 2000 که اولین قربانی خودمون رو که یک از دوستای صمیممون بود به گاراژ یا به همون انباری که کرایه کرده بودیم کشوندیم. ناتالی باهاش شروع کرد، یه آقا بود، باهاش شروع کرد به مشروب خوردن و گفتن و خندیدن. نقشه اینجوری بود که من یک دفعه وارد بشم و بعد از اینکه وارد بشم یک دعوای لفظی راه بندازم و بگم که مثلا تو به زن من نظر داری یا با زن من رابطه داری و اون طرف تا بیاد به خودش به جنبه هر دو نفر بهش حمله کنیم و اونو به قتل برسونیم. گفت ما اولین قربانیمون رو که آوردیم اونجا سلاخی کردیم و بعد آوردیم توی خونه و ناتالی به من پیشنهاد داد که بیا گوشت انسان بخوریم. و دیمیتری هم بچه‌ها از عکسش هم که اگه دقت کنین واقعا آدم کن‌ذهنی بوده و زیادم براش فرق نمی‌کرده که چی داره میخوره. یعنی هر چی که ناتالی میگفته فقط به خاطر اینکه این زن رو از دست نده به قول معروف به حرفش گوش میداده و این گوشت رو شروع کردن بخوردن. که اولین باری که ما گوشت انسان رو خوردیم حالمون یه جورایی بد شد، ولی کم کم احساس میکردیم که به بدنمون با بدنمون مچ شده و اوکی شده، یه جورایی مزه گوشت خوک رو میداد. و بعد از اون تا سال 2017 ما 30 نفر رو به خونمون کشوندیم و اینجا خوردیمش. خب این صحبت‌های دیمیتری پلیس رو خیلی متعجب کرد. پلیس باورش نمیشد که دیمیتری و ناتالی تونسته باشن 30 نفر از افراد رو بخورن، با اینکه رفته بودن اون عکس‌ها رو پیگیری کرده بودن و دیده بودن که این افراد گم شدن و خبری هم ازشون نیست، اما نمیتونستن این 2 نفر رو بابت چند تا عکس فقط متهم کنن. به همین دلیل گیر دادم به همین آخرین قتلی که دیمیتری اونو ثبت کرده بود توی گوشیش و به دیمیتری گفتن در رابطه با این عکس های توی گوشی با ما صحبت کن. دیمیتری اونجا اعتراف کرد و گفتش که ببینید این عکس هایی که تو خونه پیدا کردید که توی آلبوم ما بوده، عکس های از افرادی بوده که حالا یا باشون دوست بودیم یا از طریق سایت های دوستی باشون آشنا می شدیم. من و ناتالی با این سری عکس های فیک که از حالا افراد خوش قیافه و خوش چهره داشتیم سایت دوستیابی رو یه طوری برای خودمون درست کرده بودیم که انگار هر دومون دنبال پارتنر هستیم. و بعد دیمیتری اونجا گفتش که ما یه سری از افراد رو هم از اونجا پیدا میکردیم و وقتی می آوردیمشون به محلی که میخواستیم به قتل برسونیمشون ازشون عکس میگرفتیم به عنوان یادگاری. اول به حالت دوستانه کنارشون میایستادیم یا من خودم اگر بودم باشون میشستم و این عکس‌ها رو هم چاپ میکردیم. اما در رابطه با آخرین نفری که دیمیتری توی گوشیش ازش مدرک گذاشته بود، خب آدرس داده بود ناتالی، گفته بود توی سطل آشغال شهرکی و پلیسا بلافاصله اونجا رفته بودن و با جنازه تیکه تیکه زنی به اسم الا
روبرو شده بودن، آشنا نه روبرو شده بودن. و وقتی که اونو به کالبد شکافی برده بودن متوجه شده بودن که الا متولد 1982 توی همون شهرک نظامی زندگی میکرده و با دیمیتری و ناتالی دوست صمیمی بوده. خب اونجا وقتی که جنازه الا رو پیدا کردن با دیمیتری صحبت کردن و دیمیتری اونجا اعتراف کرد که من با الا سلام علیک داشتم، دوستای خوبی بودیم، به خونه ما می اومد، تا اینکه یه روز ناتالی ادعا کرد که از این دختر خوشش نمیاد، چون الا خیلی به خودش میرسید، شرایط مالی خوبی داشت، شرایط کاری خوبی داشت و به دیمیتری گفته بود که الا رو باید به قتل برسونیم. دیمیتری هم با الا یه قراری توی همون گاراژی که به عنوان انبار داشتن گذاشته بود و اونجا وقتی که نشسته بودن حالا با همدیگه مشروبی داشتن میخوردن، ناتالی وارد خونه شده بود، وارد اون انبار شده بود و سر صدا کرده بود و طبق صحبت‌های خود دیمیتری ناتالی اونجا الا رو زده بود و بعد اونا با یک شیء سنگین به سرش آسیب زده بودن و اونو به قتل رسونده بودن. خب و بعد هم اون عکس ها رو گرفت بودن و توی خونه سلاخیش کرده بودن و بعد یه مقدار از گوشت های این زن رو پخته بودن و خورده بودن. پلیس خیلی گیج و مبهم بود همه چی براش، چون دیمیتری از هر خاطره و هر پرونده‌ای که مثلا از این 30 نفر میخواد صحبت کنه خیلی میپرید از این آدم به آدم بعدی و برای پلیس این صحبت‌های دیمیتری مقدار هم بی سر ته بود، هم خیلی وحشتناک بود. اما از اون طرف ناتالی خیلی زرنگ بود، زیر بار هیچ چیزی نمیرفت و میگفتش که اصلا همچین چیزی نیست، ما کسی رو نکشتیم، الا شاید اگر الان شما تشخیص بدید اون شخص الا بوده، یه جنازه بوده که دیمیتری توی بیابون‌های اطراف یک روستا پیدا کرده، اونم روزی که داشته میرفته توی تفریح بوده و یه همچین صحبت‌هایی و این باعث شده بود که پلیس مجبور بشه که یه سری تحقیقات محلی انجام بده. پلیس ها رفته بودن توی اون شهرک و شروع کردن با آدم ها صحبت کردن. اکثر آدم ها دیمیتری و ناتالی رو میشناختن و میگفتن هر دو اینها آدم های خوبی هستن. ناتالی خیلی خوشمشربه، خیلی آدم مهمونداریه، دیمیتری آدم آرومیه، ولی زوجین که در کنار هم مکمل هم دیگه هستن و ما باشون خیلی میگفتن رفت آمد داشتیم، ازشون چیز بدی ندیدیم. ناتالی این چند سالیه که یه مقدار گوشت نمکسود شده رو توی شیشه های مرباخوری به دانشجوها و آدم هایی که مثلا وقت آشپزی ندارن میده، اونا رو از قبل میپزه، توی آب نمک میخوابونه و ما از این گوشت ها استفاده میکنیم که خب گفتیم گوشت ها هم مشخص شد که مال جنازه های متعدد بوده. و بعد رفتم به اون انبار. توی اون انبار دو روایت هست. یک گروه میگن که توی اون انبار خیلی استخوان‌ها و آثار اعضای بدن انسان‌ها رو پیدا کردن. یک گروه هم میگن نه، همچین چیزی نبوده، پلیس فقط تونسته یه مقدار رد خون ببینه، که این مشخص میشه که دیمیتری و ناتالی اونجا آدم‌ها رو به قتل میرسوندن. گروه خونی‌های مختلفی بوده توی این انبار. اما یک سوپرمارکتی اون روبروی اون انبار کار میکرده که دیمیتری رو به خوبی میشناخته. اون سوپرمارکتیه برای پلیسا تعریف میکنه که دیمیتری آدم خیلی آرومی بود، گاهی اوقات میومد اینجا از من شارژ و الکل میخرید و خیلی وقتا با هم صحبت میکردیم. آخرین بار یعنی 3 روز قبل از اینکه بازداشت بشه، اون با یک کوله پشتی اومد به سوپرمارکت و شروع کرد به خرید کردن و از کوله پشتیش یه سری مایعات شبیه به خون ترشح میشد که روی تیشرتش هم ریخته شده بود. وقتی بهش گفتم دیمیتری تیشرتت خونی شده یا کف مغازه من چند قطره حالت مایع خون مانند ریخته شده، لبخندی زد و گفت نه چیز مهمی نیست، میدونی که الا توی کار گوشت نمکسود شده است، من این گوشت ها رو از گوشت خوک رو از یک کشتارگاه رفتم گرفتم و چون دستام خیلی خسته بوده و کوله پشتی داشتم، اونا رو داخل یه نایلون توی کوله پشتی گذاشتم، احتمالاً این ترشحات از اون گوشت خوکه. خب به هر حال پلیسا بعد از اینکه شروع کردن باز هم به تجسس و از مردم و
حالا کلانتری همون منطقه سوال و جواب کردن متوجه شدم از سال 2000 تا همون سال 2017 گاهی اوقات کشف مثلا یک قسمت های از بدن انسان ها توی اون محله ها و خیابون ها ثبت شده توی آفیس پلیس، اما هیچ وقت ردی از قاتل یا قاتلین پیدا نشده. خب اینا همه این مدارک کنار هم جمع شد تا اینکه توی سال 2018 کاملا برای پلیس این پرونده مهر و موم شده به دادگاه رفت. اما به دلیل اینکه خب کشور روسیه یه مقدار در رابطه با پرونده های عجیب غریب سعی میکنه که صحبتی نکنن مردم، رئیس پلیس اون شهر و خود مقامات قضایی بالادستی اون رئیس پلیس اعلام کردن هر کسی، چه روزنامه نگار چه افراد معمولی، توی فضای مجازی یا توی فضای عمومی بخواد در رابطه با این چیزهایی که حالا شنیده یا دیده صحبتی کنه بلافاصله بازداشت میشه. و این دلیلی شد که این پرونده با اینکه در یه برهه خیلی سر صدا کرد، در روزهای دادگاه خیلی سر صدا نکرد و افراد زیادی نظرشون بهش جلب نشده بود، به خاطر اینکه واقعا همه چیز داشت سکرت پیش میرفت. بچه‌ها، دیمیتری و ناتالی مشخص شد که از سال 2000 تا 2017 قتل‌های زیادی کردن و آدم‌های متعددی رو کشتن. حتی یکی از همسایه‌های اونا، یه آقایی به اسم آدولف که 56 سال سنش بود، یه خاطره‌ای تعریف کرد برای پلیس. اون گفتش که من وقتی با ناتالی و دیمیتری رفت آمد می‌کردم، از شخصیت هر دو اینها خوشم اومده بود، اما یک روز که ناتالی منو دعوت کرد به خونهشون، هم در حین غذا خوردن و مشروب خوردن بودیم که دیمیتری وارد خونه شد و بعد اونجا ادعا کرد که تو اینجا چی کار میکنی، با اینکه خب من همیشه میرفتم و میومدم و هیچ مشکلی هم با هم نداشتیم. به سمت من حمله کرد و گفتش که تو به زن من نظر داری و با اون رابطه داری. گفت من خیلی تعجب کردم وقتی دیمیتری به سمت من حمله کرد، ناتالی جلوشو نگرفت و خود ناتالی هم یک صندلی آشپزخونه رو برداشت و به سمت من پرت کرد. اینجا دیگه من کاملا ترسیدم و فهمیدم که این خانواده یه مشکل روانی دارن، به همین دلیل پا به فرار گذاشتم و هیچ وقتم باشون رفت آمد نکردم. پلیس بهش گفته بود که چرا خب به پلیس گزارش ندادی؟ اون مرد گفتش که من به خاطر اینکه خودم یک افسر بازنشسته هستم، تجربه اینو داشتم که اگر بخوام این پرونده که حالا یه نزاع مثلا دوستانه بوده رو بین من و دوستان بوده رو به پلیس گزارش بدم، خیلی باید برم و بیام و چیزی رو نمیتونم ثابت کنم. اونجا دیمیتری میتونه ادعا کنه که اون روز دیوونه بوده یا مست بوده یا مواد کشیده بوده و بعد فقط وقت من گرفته میشد. تصمیم گرفتم که به پلیس چیزی نگم و فقط باشون قطع ارتباط کنم. خب اینم یکی از کسایی بود که شاهد این مسئله بود، کاملا حرفای دیمیتری رو تایید میکرد که اونا با نقشه با آدم ها درگیر میشدن. اما ناتالی تا روز دادگاه، یعنی در سال 2018، لب به سخن باز نکرد و تمام مدت انکار میکرد. اون حتی پایی که از دوستای صمیمی دیمیتری که توی زندان در زمان 15-16 سالگی با دیمیتری آشنا شده بود و بعدها هم باهاش رفت آمد داشت رو به این قضیه باز کرد. اما اون شخص ادعا کرد که من اصلا نمیدونستم و فقط اینا گاهی اوقات از من عکس‌های متعددی میگرفتن که بعدها مشخص شد اون عکس‌ها رو به خاطر اینکه این آقا تقریبا خوش قیافه بوده توی فضای مجازی به اسم دیمیتری پخش میکردن که بتونن زنها یا مردهای مختلفی رو به سمت خودشون جذب کنن. خب ناتالی توی روز دادگاه گفتیم تا اون لحظه حرفی نزده بود، 2 تا وکیل گرفته بود و بعد یه دفعه تو روز دادگاه ادعا کرد در رابطه با قتل النا، چون پلیسا نتونستن اینها رو محکوم کنن به 30 قتلی که انجام داده بودن، با اینکه تمام شواهد و مدارک اوکی بود، اما کسی نیومد جلو که ادعای پلیس رو به ادعای پلیس برچسب اوکی بزنه یا بگه بله بچه من یا عزیز من در فلان تاریخ گم شده. حتی پلیس ها با بعضی از خانواده ها صحبت کردن در رابطه مفقود شدن اعضای خانوادهشون و اونها گفتن نه، بچه های ما قصد داشتن که از خونه ما برن به سمت مسکو، شهرهای بزرگ و مهاجرت کنن و اونا زنده هستن یا
حتی پلیس بهشون گفته پس چرا شما خبر ندارین. خانواده ها در حدی بودن که از بچه‌هاشون واقعا خبر نداشتن. میگفتن بچه‌های ما یه همچین خصلتی داشتن، وقتی که از خونه زندگی میرفتن دیگه سراغ ما رو نمیگرفتن و پلیس واقعا نتونست کسی رو بکشونه به دادگاه. گفتم مردمان این شهر نسبت به اطرافیانشون یا به حوادث دور و برشون خیلی بی‌تفاوت بودن. با اینکه شایعه یا حقیقت اینکه ناتالی گوشت افراد رو، آدم‌هایی رو که به قتل میرسونده، به دانشجوها و به خیلی از آدم‌ها میفروخته توی شهر پیچیده بود، اما کسی هم نیامد اونجا بر علیه ناتالی شهادت بده. فقط یک رستوراندار اومد یه صحبتی کرد و گفتش که ناتالی تو سال 2002 یک روزی اومد با من صحبت کرد و من گفتش که من میتونم گوشت رستوران تو و قصابی تو رو تأمین کنم. من بهش گفتم که نه، من همچین کاری رو نمیتونم با تو بکنم، به خاطر اینکه تو یه شرکت یا یه کمپانی نیستی. من سعی میکنم که گوشت ها رو از جاهایی بگیرم که شرکت یا کمپانی باشن. و ناتالی اونجا دیگه سمت ما نیامد. یا یکی دو نفر ادعا کردن که ما ناتالی خب میومده یه سری از این گوشت ها هم چرخ میکرده نسبت به صحبتایی که دیمیتری کرده و باشون همبرگر درست میکرده. یکی دو نفر فقط اومدن گفتن ما زمانی که از همبرگرهای ناتالی خوردیم، مثلا دفعه اول و دوم خیلی خوشمزه بود، حتی ازش سوال کردیم که این همبرگرها رو چطوری درست میکنیم، گفتش که به هر حال من یک چیزایی مخصوص به خودم رو دارم، میدونم از چه ادویه‌هایی استفاده کنم و رمز و رازشو نگفت. اما بعدها توی دفعات بعد ما دچار مسمومیت شدیم و این مسمومیت تقریبا یه چیز شبیه به مسمومیت با گوشت بود. اما کسی نیومد باز هم شکایتی بکنه. پلیس ها تو همین حینی که خونه اینها رو گشته بودن که حالا عکس ها رو پیدا کرده بودن، اون پوست سر کنده شده و موهای آویزون کنار مایکروفر رو پیدا کرده بودن و بقایای جسد افراد رو توی فریزر رو روی قابلمه‌ای که در حال پختن بود پیدا کرده بودن، یک کتاب آشپزی هم پیدا کرده بودن که این کتاب آشپزی دستنویس بود، دستنویس خود ناتالی بود که در اون در رابطه با طبخ گوشت انسان دستور عمل داده بود، نه در رابطه با طبخ گوشت حیوانات. در مورد گوشت انسان که با جیگرش میشه چی درست کرد، با ارزم با حضور چشمش میشه چی درست کرد، با اعضای بدن چی میتونه درست و چه ادویه هایی رو بزنیم که بوی بدی نداشته باشه یا مزه خوبی داشته باشه. و حتی ناتالی توی نوشته هاش گفته بود این کتاب رو به زودی با یک شخصی صحبت کردم که به عنوان چاپ اوفست، ببخشید چاپ دیجیتال برای من این کار رو انجام بده، اوفست من دیجیتال انجام بده و من بتونم این کتاب رو برای کسایی که علاقه‌مند هستن بهشون عرضه کنم یا بفروشم. خب همه این شواهد توی دادگاه اومد و در رابطه‌اش صحبت شد، اما ناتالی و دیمیتری کاملا اونجا توی دادگاه سکوت کردن. دیمیتری دیگه حرف نزد. اصلا دیمیتری یه بیماری داشت، گفتیم که حالا آدم کم صحبتی بود و گوشه‌گیر بود، مثلا توی جمع که قرار می‌گرفت دچار اضطراب جمع می‌شد و توی محیط دادگاه واقعا لال شده بود و این مقدار هم بیماری جسمی داشت، دیابت داشت و یکم فشار خون بالایی داشت و همه اینها دلیل شد که بعد از یک سال که توی بازداشتگاه بود حال خوبی نداشت. دیمیتری واقعا صحبت نمی‌کرد و وکیلش از اینکه دیمیتری حرف نمیزد سوء استفاده کرد و ادعا کرد که دیمیتری دچار بیماری روحی روانی، اون آدم کن‌ذهنیه و اگر هر اعترافی رو کرده به فشار پلیس بوده. و در رابطه با ناتالی هم ناتالی خودش ادعا کرد که من دچار مشکل روحی روانی بودم، قبلا توی آسایشگاه روانی بستری بودم که دادستان دستور داد که اینا برن و از اون آسایشگاه سری استعلامات بگیرن. اونجا پرونده ناتالی رو به دادگاه آوردن و ادعای ناتالی رد شد، چون پزشکای اون آسایشگاه ادعا کردن که ناتالی درسته معتاد بود به الکل و مواد مخدر، اما وقتی که ما ازش سنجش به عمل آورده بودیم اتفاقا برعکس، اون آدم بود با آیکیو بالا، آدم خیلی اجتماعی بود و اصلا بیماری روحی روانی نداشت و اگر این کارها رو انجام داده واقعا به عمد بوده و یک آدم ضد اجتماعی که نسبت به هم نوعان خودش حس کینه داره. خب ناتالی اینجا این حرفش که رد شد، اما اومدن و اینا رو تحت فشار قرار دادن. تو جلسات بعدی دادگاه قضات از ناتالی خواستن که توضیح بده در رابطه با مرگ النا. اونجا ناتالی برگشت گفتش که من در رابطه با مرگ الا یا النا واقعا بی تقصیرم. من توی به هر حال این 17 سالی که با همسرم زندگی کردم یک چند ماهی رو با یه آقای در ارتباط بودم که به دیمیتری متوجه این خیانت شد
و بعد دیمیتری یک روزی به من گفتش که من بابت این حسی که بهم دادی مجبورم تو رو بکشم، اما چون تو رو دوست دارم تو رو به قتل نمیرسونم. من آدمی رو که به تو شباهت داره رو به قتل میرسونم. و اون النا رو پیدا کرده بود و یا الا رو پیدا کرده بود و به انبار برده بود و اونجا به قتل رسونده بود. و واقعا وقتی من با صحنه جسد الا یا النا برخورد کردم شوکه شده بودم. نمیتونستم دیمیتری رو لو بدم به خاطر که مسبب این کار خود من بودم، اون کینه داشت از من، نمیتونستم باهاش همکاری کنم و اینو سپرده بودم به دست خودش که بعدها متوجه شدم دیمیتری اونو ریس کرده، مقدار از جسد رو توی یخچال نگه داشته و بقیه رو به سطل آشغال برده. و گفتم که اون موها چی بود کنار مایکروفر. خانم ناتالی برگشت گفتش که خب الا توی پاسپورت و عکسای واقعیش موهای مشکی داشت، اما در حالت طبیعی مثل موهای من موهاش رو رنگ میکرد و دیمیتری از روی رنگ موها و جنس موهاش گفته بود این به تو خیلی شباهت داره و وقتی اونو به قتل رسونده بود پوست سر اونو کنده بود و اونو گذاشته بود توی آشپزخونه و گفته بود من هر وقت که میخوام وارد خونه بشم یا توی آشپزخونه کاری کنم میخوام اون حس لذت انتقام رو که مثلا از تو گرفتم رو حس کنم. خب این حرفا اصلا مورد قبول قاضی و هیئت منصفه، حالا من نمیدونم روسی هیئت منصفه داره یا نه، حالا یه چیزی گفتم، ولی قاضی یا دادستان پرونده حتی وکیل ها میجورای تعجب کردن از این حرف. تو کت اینا نمیرفت این صحبت ها. اونا یه قتل رو انجام دادن که داشتن دو نفره این قتل ها رو مینداختن روی مثلا مسائل احساسی و ناتالی به خاطر اینکه خیلی زرنگ بود و میدونست دیمیتری کن ذهنه و واقعا هم دوستش داره میخواست این قتل رو بندازه گردن دیمیتری. البته بچه ناگفته نموند که ناتالی تونست از یک شجر نامی زندگی خودش، یعنی بیاد دیگه پدر بزرگ من سرباز جنگ بوده، قهرمان جنگ بوده و واقعا هم بوده. زمانی که نازی ها و روس ها با هم دیگه درگیر شدن توی روسیه، پدر بزرگ ناتالی توی جنگ شرکت کرده و یه سری مثلا مدال های افتخار هم داشته. از این مسائل استفاده کرد. به هر حال این قتل اتفاق افتاده بود و قاضی پرونده مجبور شد که هر دوی اینها رو یه جورایی به یک حبسای عجیب غریبی محکوم کنه. اونا نمیتونستن دقیق تصمیم بگیرن چون دیمیتری کنزه بود، ناتالی خودش رو کنار کشیده بود. اون 30 نفری که مفقود شده بودن یا حالا درسته تو اعتراف ها وجود داشت، ازشون هیچ اثری نبود که بخوان نسبت به اونا بخوان رأی بدن و یه تاریخ طولانی از اون تایمای قتل گذشته بود و فقط سر قتل الا به دیمیتری 12 سال زندان دادن. 12 سال حکم زندان در انفرادی رو در یکی از زندانهای خیلی بد در روسیه رو دادن و همینطور به ناتالی هم 10 سال تبعید در سیبری رو دادن. تو این 10 سال تبعید ناتالی مجبور بود در تبعید کار کنه تو هوای سرد و تحت نظر پلیس باشه. بچه‌ها هر دو اینها راهی زندان شدن. تو سال 2019 دیمیتری توی سلولش مرد و دلیل مرگش هم خیلی ها میگفتن خودکشی کرده، خیلی ها میگفتن که غذا نمیخورده یا هم که بیماری قند و فشار خونش خیلی قندش خیلی بالا بوده و اون جون خودش رو از دست داد. اما ناتالی راهی تبعید شد توی سیبری. از ناتالی دیگه خبری نیست. این پرونده رو هم پلیس های جوری امنیتیش کردن چون که یه اتفاق خیلی بدی توی شهرک نظامی افتاده بود و 30 نفر به قول پلیس به قتل رسیده بودن اما هیچ کس نفهمیده بود و این یه افت بود برای مردمان اون شهر و اون شهرک نظامی. به همین دلیل کسی هم در مورد این مسئله الان که الان نمیتونه تو روسیه صحبت کنه. فقط مردمی که اون منطقه زندگی میکردن فراموش نکردن که اینجا 30 نفر به قتل رسیدن و این داستان ها هنوز هم وجود داره که این پرونده توی وبسایت های مختلف هم روایت شده، اما توی همون وبسایت ها هم اعلام شده که دولت روسیه هیچ وقت نذاشت که این پرونده به طور جدی علنی بشه و قربانیانی که به دست این دوتا جلاد کشته شده بودن یا سلاخی شده بودن انتقام خونشون گرفته بشه. کسی خبر نداره ناتالی کجاست. ناتالی با این حساب تو سال
2030 احتمالاً میتونه از تبعید برگرده، چون 2019 محکوم به 10 سال میشه. درسته 2029 یا 2030 میتونه برگرده به زندگی عادی، در صورتی که سنش 57 سالشه و وقتی هم که تبعید شد 47 ساله بود. این پرونده امروز ما بود. امیدوارم که ببینید تا انتها، لایک کنید، کامنت کنید. خیلی ممنونم از اینکه با من بودید. تا یه پرونده دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.